مثلا یکی دیگر از مواردی که سنت قرآن را تبیین میکند این است که گاهی در سنت در قرآن به صورت مطلق مطلبی بیان شده و سنت میاد آن را تقییدش میکنه. یا مثلا در قرآن اومده من بعد وصیة یوصی بها او دین، یعنی چه وقتی باید ارث تقسیم شود؟ بعد از اجرای وصیت میت و بعد از بدیهایی که برگردن اوست. حالا آیا به صورت مطلق انسان که میخواهد در حالت وفات است میتواند وصیت کند همه اموالش را به کسی بدهد؟ نه، در سنت تبیین کرده حق ندارد بیشتر از 1/3 وصیت کند و همچنین حق نداره به صاحب ارث چیزی بده. بله. کسی که ارث میبره دیگه وصیت براش برای وصیت لا وصیت لوارث. انا لا وصیت لوارث. وصیت برای وارث نمیشه برای یکی از کسی که خودش ارث میبرد و نمیتواند وصیت کند برای چی بیشتر از 1/3. این در سنت بیان شده. در سنت بیان شده، ولی در قرآن اگه شما نگاه کنی به صورت مطلق گفته، مطلق است. آقا میتواند وصیت کنه تمام اموالش را و کسی دیگر تمام وارثان خودش را محروم کنه، ولی در شرع این جایز نیست که کسی بخواهد یک نفر از وارث را محروم کند. حتی اگر کسی در زمان بیماری وفاتش زنش را طلاق بدهد، اون زن باز ارث میبرد. چرا؟ چون اون احتمال دارد که این هدفش این بوده اون زن را از ارث محروم کند، چون در بیماری وفاتش اینو گفته.